بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم سرور عزیز، استاد انصاری علی هستم از ایران. آقا علی عزیز بفرمایید برادر گرامی. سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. سرور عزیز، اگر این طوفان دروغو به نظر اندازه یک سر سوزن ایامی داشت دیگه تو شبکه ها آفتابی نمیشد. متاسفم از این طوفان که میگه 40 سال استاد حوزه هستم. وای بال اون دانش آموزایی که زیر دست این استاد پرورش بیاورد. بعد کلیپ بعدی که نشون میدادی در رابطه با خمس بود، اگر این ثروت شهوت را از آخوند بگیری دیگه 100% میمیره. آخوند فقط به خاطر این ثروت شهوت زنده هست، این خمس زنده هست. بله. میخواستم استاد روزی در رابطه با این فحاش هم مشارکتی داشته باشم. بفرمایید. که توهین میکرد همیشه به سرکار میاد فحاشی میکنه. بفرمایید. آنچه گویم هست فرهنگ صفوی ایرانی که سالها هست آشکار در روزخوانی. تو ابن مالک احمق فخاص غالی نداری شرم و حیا ای رافضی، رها شدی همچون سگ هاری 100% نبردی ز انسانی بوی ز انسانی. باید قلاده به گردن در طویله شوی تا که شفا یابی یا که در ذلت بمیری. دانم که توی تیغ زادهی معلوم نیست چگونه به دنیا آمدی، چون بدون سرپرست رها بودی بی پروا و بی حیا شدی. آیی در شبکه های خاک توحیدی فکر میکنی در حسینی ها خوابیدی. نمیدانی پای شبکه ها هست انسان های محترمی. فکر کردی با کلینی مجلسی هم کلامی یا که با الله یاری و غزینی همدمی. بدان تو از هر حیوانی بدتری، در فحاشی بدتر ز هر خری. با او سر خاموش نمیشود شبکه های نورانی، همچنان که نیستد خورشید ز نور افسانی. نمیخواهیم چون توی جرثومه مسلمان بشوی مسلمانی. بهتر از تو احمق همان مجوس بمانی. با زبان کثیفت نگو پیرو ائمه، چون ائمه بیزارند همچون تو جانی. بهتر خود را پیرو کلینی و مجلسی بدانی، ورنه مزدور غزوینی الله یاری بدانی. چون استادت ندارد در مقابل دروغهایش جوابی، تو استادت همچون خر اندر گل بمانی. هرچی گویی زیبنده مذهبت است ای روانی، بهتر است در دیوانه خانه قم بمانی. با سپاس از سرور عزیز. تشکر از شما برادر عزیز گرامی. الله متعال حفظتون کنه. تشکر از شما. زنده باشید.